مثنوی معنوی مولوی هست قرآن با زبان پهلوی. داستان حضرت علی و همنبردش. در جنگ علی رضا باد خداوند از او، دشمن خود را بر زمین زد و شمشیر کشید که بکشدش. پهلوان برای آن بزرگوار آبی دهان انداخت. حضرت از کشتن او صرفی نظر کرد و شمشیرش را غلاف نمود. پهلوان شکست خورده از این کار در شگفت شد. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چی افکندی مرا بگذاشتی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه معموری تنم. شعری حقم نیستم شعری هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. علی خداوند رضا باد از او فرمود من جنگ در راه خدا میکنم و تو را هم با فرمان او میخواستم بکشم. اما چون آب دهان انداختی، اگر دست به خون تو میآلیدم، چه بسا به خاطری خشمگین میبود و از راه خدا گم میشدم. آنگاه علی داستانی را بیان کرد، یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده بود که فلان کس روز تو را خواهد کشت و آن مرد که ظاهرا مسلمان بود به دست و پای علی افتاد که او را پیش از این که چنین گناه بکنند بکشد. حضرت با اینکه یقین داشت پیشبینی پیغمبر راست خواهد آمد، نخواست دشمن خود را بکشد و نخواست که خون کسی را به خاطر خود بریزد. پهلوان که این داستان را شنید گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوع دیگر پنداشتم. سپس گفت حالا دانستم تو پایبند هوای نفس نیستی و تنها در راه خدای و فرمان او شمشیر میزنی. آنقدر به خود حاکمیت داری که در اوج پیروزی بر دشمن جان او را میبخشی. من نیز اسلام میارم و با همراهی 50 نفر از خانواده دوستانش ایمان آوردند و مسلمان شدند. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلزی سر لشکر ظفر انگیزتر. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سری چه بند کن. تا خدایش با صاف و خوش کند، او کی تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را انشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. داستان از مثنوی جلال الدین بلخی.